نولا و فیغانی مادری هویدای 5 ساله صبح 25 ایول فرودگاه دوشنبه را تکان داد. این مادر 10 سال پیش با امید زندگی بهتر همراه شوهر به روسیه رفت و اکنون با جسد سرد دختری 5 ساله و ماتم زده به دوشنبه برگشت. 4 راونا پشتی همین دامان گرفتن بردنش مردکتر. اوس بی животные обсё нагз мебит сагоқати набози векат сагоқати қафои стакшити ҳамсоягу буда уже духтар тарам тараф рафт гуфт у маньяк у чия гуфт фида пила нанам ма датау намедонистам рафтам задам даже намондан ҳама каза қапидан наку мегам даже милисора рафтам ҷанкам задам қад ба қад гирифтам не за что мега шихта удак мурд мега меза чи бизане чи назан. تابوت خردی هویدا در میان 3 تابوت دیگر که روز چهارشنبه به دوشنبه آورده شد فرق میکرد. این دخترچه تاجیک روز 22 ایول در نزد خانه اشان در شهر سرپوخ و غیب زد و جسد او را صبح روز 23 ایول در برخالطه ورزشی در نزدیکی همان محل پیدا کردند. با گفته مقامات انتظامی روسیه کودک تاجیک را الکساندر سیامین جوان 27 ساله روس تجاوز کرده کشته است. ما تلاش میکنیم تا آخر شکی ما باید بار بگردیم برای که ما سلیس و گفته اگر که بار بگرد بیا بولی شما ما در که ما وزیر را میرم با خوک میسپونش یک هفته پس نیم هفته پس باید بگردیم برام. پدری هویدا از مقامات بلندپایه تاجیکستان تقاضا دارد به قضیه جگربندی و توجه جدی نمایند. تفتیش کنه که مثلا همون مامان یوردان تا که ما برام امورا کو تو سر سوچ ما اشتراک کنیم که ببینیمش کو امورا چه سود میکنه و اونجا پسیخوش کاش برای و پسیخوش که باشه در خدمت قبولش میکنن اونجا پسیخوش که اونجا ما آدمو یور جورام مثلا یوردان کرد که برای دعوا که مثلا در مملکت اختیار در تاجیکستان اختیار که بیا مثلا قطعیان مثلا سود در اشتراک بعد چی میخواد ببینی که کو امیر چند قسمت چی میکنه. با گفته نزدیکانش قرار بود هویدا ماه اوگوست همراه خانواده‌اش به تاجیکستان آید. اما آنها جسد سردش را پیشواز گرفتند. اما روز 21 ساعت 10 شب زنگ زدن که هویدا گم شده است. بعد دیگه تا روزا ما در تماس بودیم که چه خیلی میشود چیکار میکنن. بعد همون سحر بود که با خطیمی اوتای هویدا در تماس بودیم گفتیم چیکار کردن که گفت که یافتیمش در ملیسا خونه گفتیم خیلی یافتین نه گفت که مرده‌اش یافتین. با همین تمام دیگه گپ نزدیم. هویدا فرزند دومی خانواده و به گفته والدانش دختری هوشیار بود. در روسیه باغچه میرفت، زبان روسی را خوب میدانست و به تأکید نزدیکان میفهمید که صحبت کردن و تنها ماندن با افراد بیگانه ممکن نیست. پدر هویدا نمیخواست فرزندانش از او دور باشند. آنها را با خود به مهاجرت برد. تصور نمیکرد که روز مهاجرت او را از دختری ناکامش برای همیشه جدا میکند. جسد هویدا را صبح 25 ایول برای دفن به زادگاهش کولاب بردند. مراسم دفن او در محله شمس‌الدین شاهین برگزار می شود و هویدای نامراد در آرامگاه تماشتپه در پهلوی بیبی و بابای خود خواهد بود.